شایعی در میان مردم هست که نمیدانم فلان جا کسی موی دیده است یا کسی خواب دیده است که در قرآن موی هست و هر کس این مو را آب بکشد او شفا حاصل می کند. این هم برمیگردد به اون بدبختی امت اسلامی امروز و خصوص مردم ما که ما از مسائل دینی خود آگاهی نداریم. دین ما تکمیل هست، دین ما نیازی به این خرافات ندارد. به خواب کسی به غیر از خواب پیامبران، خواب هیچ ولی از اولیاء، حکم شرعی از او ثابت نمیتواند بشود. لذا ما به قرآن رجوع بکنیم، نماز بخوانیم، مشکلات ما حل بشود. درست است تبرک به آثار صالحین مسائل جدایی است، او هست، درست است، اما این چیزی که هر کس هر خوابی دید یک سر تلفن میکنن که والله کسی موی دیده است در قرآن و اینا همه دروغ و خرافات است و اینا فقط مسخره کردن مردم در مسائل دینیشان هست. یکی پیام میفرستد، این پیام را به 10 نفر بفرستید، اگر بفرستید خبر خوش میبینید. اسلام نیاز به خرافات ندارد. اینا روح اسلام را آزار میدهد، روی تدین و دینداری یک مسلمان را آزار میدهد. این خرافات چی است که به دنبال دین میگردید؟ ما نیازی به اینا داریم مردم را به زور مجبور بکنیم شما این پیام را به 10 نفر بفرستید؟ چی معنایی دارد؟ نمیفرست، اختیار خود را دارد. واجب بالای مردم نیست مجبور بکنن اونها را. یا هر کسی دروغی گفت فلان جا موی هست و بردارید بس آب بکشید بخورید. لذا این هیچ ارزشی ندارد و بی معنا است. الله متعال همه ما را توفیق عمل نصیب بفرماید.